سهامداران خواجگی‌های دهقانی در شمال تاجیکستان میگویند سال گذشته نرخ یک کیلو پخته از 4.5 تا 4 سامان و 80 درم بود. امسال باشد نرخ اندکی بالا رفته از 5.5 تا 6 سامانی به فروش رفته ایستاده است. با این وجود به تاکید آنها کشت و پرورش پخته زحمت زیاد می‌طلبد اما سود اندک دارد. سال برود باشد دهقانم هوسمند شده سونی من بود زیادتر کاشته من با نقصتر کار حاصل نوکی بلند می‌برد. با پشتخوری شوروی در زمینه کالخاس‌ها ده‌ها خواجگی‌های خرد دهقانی تشکیل شد که زمینی کم و سرمایه ناچیزی دارند. کشاورزان در خریدن تکنیک و تجهیزات دستی کوتاه دارند و اکثریت کارها دستی انجام می‌شود. آنهایی که در صحرا پخته می‌چینند در پایان جمع‌آوری حاصل خسته و افگار می‌شوند و از این رو راهبران خواجگی‌ها برای هوسمند کردن آنها در پایان موسم که حاصل در صحرا کم است نرخ چیدن پخته را اندکی بالا می‌برند. اکثریت کارگران و پخته‌چین‌ها در میدان‌های پخته در تاجیکستان زن‌ها هستند. مردان عمدتاً در مهاجرت کاری قرار دارند و برای زن‌ها بجز از کار در میدان پخته و چیدن آن جای کاری دیگری نیست. زیاده از 3 تن پخته چیندم. خیر همین 3 تن چینده باشم اگر به حسابی میانه 80 درمی باشد 2400 سومون خیر درآمد کنم. ختلان بزرگترین ولایت پخته‌کاری تاجیکستان است، اما نرخ پخته در این منطقه نظر به سوخت باز هم ارزانتر است و کشاورزان میگویند پرورش این زراعت به زور خراجات را روی پوش میکند و یا فایده ناچیز میآورد. سنت الله حمیدوف رهبر خواجگی دهقانی سنت الله از منطقه کولاب میگوید 1 کیلوگرم پخته را کارخانه‌های پخته تازه‌کنی از 5 تا 5.5 سامانی میخرند و حاصلی که تاکنون به دست آمد تنها خراجات خواجگی را روی پوش کرده است. حاضر ما همین 2.5 گکتار کردیم، حاصل نغز گرفتیم 30 سنتینری بود در زمین حاصل بسیاری چینکچو چینده ایستادن. در حالی که مالکان خواجگی‌های دهقانی از فایده صحبت می‌کنند، پخته‌چین‌های عادی می‌گویند نرخ چیدن پخته با آنکه زحمت زیاد دارد ناچیز است. واکو اولو 30 درم و تریبت حاضی 50 درم. حاضی 50 درم. حاضی 50 درم. حاضی 70 80 چیده. تا پایان انجام موسم جمع‌آوری پخته در تاجیکستان به گفته مقامات 5-10 روز دیگر باقی مانده است. با اطلاع وزارت کشاورزی حاصل تا به حال رویانیده کشاورزان تاجیک نظر به سال 2019 60,000 تن بیشتر است. نرخ یک سنتینل پخته عین زمان در بازارهای جهانی حدود $200 است. پخته تاجیکستان اساساً به ترکیه، روسیه و چین صادر می شود. تاجیکستان بر عوض از این کشورها لباس آماده را خریداری می کند.